از همینجا به همتون سلام میکنم. اسم من تانجیروه. من یک آدم فوق العاده مهربونم که از جنگ و انتقام خیلی بدش میاد. منم عاشق داشتن یه خانوادم. منم همینطور. خب خانوادم مردن، برم انتقام بگیرم. ای خواهر تو زنده ای؟ فقط چرا اینقدر رنگ چیزست؟ جناب ببخشید، خواهر من تبدیل به یه شیطان شده. بس سعی کن کشتن شیطان رو یاد بگیری تا خواهر دوباره خوب شه. حله. خب حالا چیکار کنم؟ میتونی این سنگو نصف کنی؟ نه. خب دیگه مشکل خودت بعد بکنی. فاک. ناامید شدم. ناامید نشو. ها؟ ازتون ممنونم رفقا. خب دیگه پسر، تو الان یه شیطان کشی، حلاشی که اومد جلو خرخرشو به جا. وات؟ یا که زندگیشو بهتر کن. حل داشت. بخواب بابا. متاسفانه سطحت پایینه جناب. جهالت تو منو بیشتر مجنون مرگ میکنه. خودم خواهم کشتت و خودم سرت را خواهم. میکشمت. برقص. وات؟ خب داداش، مغز طراح شخصیت من سمی بوده، چی کار کنم؟ من دیجی ام. یه شیطانی که به ساخت موسیقی علاقه داره. دیجی. بتوون خره، میگم دیجی. حالا فهمیدم تو پیانو درس میدی. خیلی جالبه، تا حالا کسی ازم نپرسیده چرا ماسک میذاری؟ خب چرا میذاری؟ چون که خیلی جذابم. اوه پسر قلبم. اوه یعنی بذار ماسکو. باشه. بله من اسپایدرمن هستم و خیلی هم شیطانیه. بیا پایین بچه، چرت نگو سرمون درد گرفت. پدر. پیتر پارکر خیلی پر رویا. تو رو دعوت میکنم به فلش بک هایی از گذشته من که با گذشته من غمگین و ناراحت بشی. لف بده. آقا به خدا من یتیمم، پدرم مرده، مادرم مرده، خواهرم هم خودم کشتم، قبلا خودم دوبار مردم. خب گوه میخوری شاخ میشی بچه، جوانم بزنم بکشمت خوبه؟ بچه ها دعوا کار بدیه ها. تا میتونی بکش. پاد رو سیمه جناب. خواهرشو بکش. نه. بیا خواهرشو بکشی. فاک. شما کی هستین؟ به ما میگن اونجرز. معرفی میکنم: الفاتحه، نماز مغرب، سفید بفی، آجر. اینو نمیشناسم. کبرا 11. بچگی خیلی خوبه، چون که حقیقت توش یه دروغه. هستم همیشه تو تخیل، چون واقعیت یه دروغه.